همساله در استانه ماه رمضان نرخ‌های محصولات غذایی در تاجیکستان بالا می رود. از همه پیش نرخ آرد و روغن، کارتوشکا و برنج و پیاز افزایش می یابد. ساکنان از قبل ذخیره می کنند. بعضی ها می گویند یک باره خرید کلان می کنند تا اینکه به وقت روزه‌داری سرسان نشوند و به بازار نروند. امسال در عرفه ماه رمضان نرخ گوشت 10% بالا رفت. معمولا در افطار مردم گوشت استعمال می کنند. از این رو طلبات بیشتر می شود. در بالاروی نرخ‌ها تاجران را عیبدار می کنند که با استفاده از فرصت می خواهند فایده بیشتر به دست آورند. توفیق انصاف در دلشون تهیه همین ماه شریف رمضان ده کمتر ارزانی و گرانی شود. دیگه چی میگوییم؟ پروردگار پیشوی کارشون شده کنه. حاضرش هست توشه معلوم میکنه. اساس پیدا شده. کارچکه دونیم سون بود سه همون کارچکه که عادی هم خلق عادی میخوره برای کراخمالای الان 50 درهم قیمت شده. این دیده میشه که همه این نرخ‌ها قیمت میشن. اگر راستش رو بگویم من کار نمیکنم و برایم بسیار مشکل است. سوداگرا میگیم که یک ارزان‌تر کنن نرخ نواره. خدا انصاف توفیقشون زیاد کنه پروردگار. در یکی از بازارهای دوشنبه میگویند در هفته نو نرخ گوشت در تاجیکستان به حساب میانه از 15 تا 17% بالا می رود. اما در گوشت فروشی های آنها نرخ تغییر نمی یابد. نمایندگان شهرداری با دکانداران ملاقات کردند و از آنها خواستند که نرخ را بلند نکنند. ما هم زکات‌ها گرفته موندگیم، مقصد روز سودا کردیم. مقصد خلق خدمت میکنیم. یک سبب افزودن نرخ کارتوشکا در آن است که ذخیره‌های پیشتر تمام می‌شوند. با گرفتن حاصل نو نرخ پایین می‌رود. با آنها نیز کارمندان شهرداری واخورده هشدار دادند که بالا بردن نرخ برایشان گران می‌افتد. بعضی آدم‌ها میگن که در رمضان نرخ و قیمت بشن متاسفانه خیلی نیست. رمضان خودش هم با همین سیزونی که سر میشه بارهای نو می‌داره کارتوشکا پیاز سبزی هم بگیم در وقتی همی اومگه رمضان و میده شلوغ و ارزان‌تر میشه. حلیم جان بابایف وکیل تاجیک میگوید بالاروی نرخ‌ها در رمضان به کاهش موسمی محصولات وارداتی و یا بند نارسایی مال در بازار ربط ندارد. همه این توسط تامینات علاوه‌ای حل کرده می شود. Отсюда, когда все идут на рынок, чтобы делать запас برای ذخیره کردن به بازار می روند در این دوره نرخ‌ها بالا می رود. طلبات زیاد می شود. این طلبات به طور صنعی به وجود آورده شده است و فروشندگان از آن استفاده می برند چون که در بازار در جنبه‌های اخلاقی محدودیت نیست. هر قدر طلبات моральным отношениям или моральным аспектам оно не имеет. با عقیده این وکیل در بلند رفتن نرخ‌ها تامین کنندگان بزرگ محصولات عیب دارند. آنها از لحاظ محصولات الهیده مونوپولیست به شمار می روند و در ماه رمضان امکانی به دست آوردن درآمد بیشتر را از دست نمی دهند. باید با بازار امکان داده شود آزادانه فعالیت نمایندگان با همه چیز به ترتیب می درآید. بازارهای استعمالی ما مونوپول شدند. مونوپولیست‌هایی هستند که نرخ را در بازار معین می‌کنند. کارشناسان میگویند معمولا به وقت عید مقدس مسلمان‌ها نرخ‌ها سال 2 مرتبه بلند می‌روند. دفعه اول قبل از آغاز روزه و بار دوم در آخر ماه یعنی پیش از عید رمضان. بعد این نرخ‌ها باز به حالت پیشتر برمیگردند. اما رمضان امسال به موسم حاصل کشاورزی راست آمده است و کارشناسان امیدوارند که جهش نرخ چندان زیاد نخواهد بود.